سلام برای بچه، خوش اومدین به یه ویدیوی دیگه از چنل فیسا فوتبال. امیدوارم حالتون خوب باشه. اولش یه توضیح میدم. این ویدیو راجع به کلا لیگ‌های مختلف اروپایی و تیمای مهمش قبل از فیفا دیه. ببینیم تو این 4 5 تا بازی چیکار کردن با خودشون، چندن، چون یه ذره مشخص شده که میخوان چیکار کنن طی فصل. بریم داداش. منم سلام عرض می‌کنم خدمت حالا بینندگان پرشما. امیرم که میشناسید دیگه، بهترین آنالیزر تاریخ رو براتون آوردم، عشق کنید، بعد ساب کنید دیگه. بابا البته میدونم میبینید ویدیو رو اصلا، ولی خب هر کی دید یه ساب ریزی هم بزنه دمتون گرم. سخته. آره خب بریم. بیاین تو اون ببینیم چی میشه دیگه. بریم از پاریس سن ژرمن شروع کنیم. نظرتو بگو. سن ژرمن لیگ فرانسه. عرض کنم خدمتتون که نکته اول بارکولاه که واقعا نکته کلوفتیه. آره واقعا نکته کلوفتیه. قشنگ قرق کرده یه امباپه جدید اینو میخوام بدم بیرون. لاکچه انگار هر کی اونجا بازی میکنه خوب بازی میکنه. اون باک شده یارو فکر کنم. مثلا گلی که زدن دو تایی با آسنسیو آره زدن. 100 سال بود آسنسیو یه گل تاثیر نداشت ولی دو تایی با هم دیگه رفتن. برادر تو چمپیونز لیگ به جایی میرسه. بعد سیتی هم بازی دارن. تو چمپیونز فکر نکنم. تو اون ویدیو هم گفتم فکر کنم زورشونو بزنن، مثلا اورشون خوب باشه. آره اورشون خوب باشه. آره بیان بالا. البته ببین انریکه گفتیم دیگه، گفتیم تیماش خیلی خوب. آره الان اتفاقا یه دونه بازی با سیتی داره، اون یه ذره مشخص میکنه چند آره عیارشو مشخص میکنه. این تیم هم که زدتش کم نبود، لیل بود فکر کنم. لیل بود. آره همه بازیاش هم با اختلاف داره میزنه. خیلی هم خوب بازی میکنن. اینا پاریس سن ژرمن. بریم سراغ بوندسلیگا. بنده خدا 3 تا تیم خوب بایر. پی اس جی یه دونه امباپه داشت راجبش صحبت می‌کرد، اونم نداره دیگه. 20 ثانیه بیشتر نمیشه اصلا هیچ کی دیگه لیگ فرانسه نگاه نمی‌کنه. اصلا هیچ چیز. بوندسلیگا دورتموند، لورکوزن، بایر. چی دیدی ازش؟ هفته‌های اول دیگه اونجا آخه 2 تا هم بازی کردن. آره یعنی لالیگا با 4 تا بازی کردن، مثلا یه چیزایی معلوم شده. اونجا 2 تا بازی کردن. گل مولر رو دیدی؟ نه گل حیفش. نه من خودم هم چند کرد بایر؟ نه 2-0 برد فکر کنم. 2-0 بود. ولی مولر یه دونه گل داد. بعد بریم خودش گفته عجب گلی دادم. خیلی داشتی. آره خیلی گل. آره بوندسلیگا نمیدونم، حس میکنم چون هفته اوله تق و لق اصلا نمیشه چیزی ازشون فهمید، نمیشه چیزی ازشون گرفت. نه چه میدونم آماری میشه ازشون در آورد، نه فلانی نداشت. ولی تیماشون مثلا الان دورتموند هفته پیش خیلی خوب بازی کرد، اومد رنده کرد، این هفته خراب کرد. ولی لورکوزن هنوز باخت. ما باخت ولی خیلی خوب بازی میکنن. آره لورکوزن کلا خوب بازی، تیمش کلا خوب بازی می‌داشت. خوب بازی نکنه اونقدر رکورد نمی‌زنه که مثلا یه 700 تا بازی. آره اینا ما بیت کرده بودیم باخت وگرنه. آره تقصیر منه که میشناسی دیگه. خب از اینم بگذریم میرسیم به سری آ. هم همین وضعه، یعنی معلوم نیست دارن چیکار میکنن. یوونتوس میاد مثلا اونجوری بازی میکنه، بعد رومه از این ور کلا تق و لق. یوونتوس میاد از اون ور خوب بازی میکنه، بعد میاد میخورن من دیگه 0-0 اصلا. ولی اینترشون هم خوبه. اینترشون همیشه، یعنی اون روز داشتم نگاه میکردم بازیشو، واقعا تیمای اینزاگی خیلی وحشی ان. آره دیگه آسوناتار چیکار کرد اصلا در به در میکنن تیم. ببین توپ که از دفاع مثلا توپ رو که میگیرن از یارو، از مهاجم یارو، یهو میبینی پشت محوطه 4 نفر وایسادن دارن. من یه حمله لاکچری فکر کنم داشتیم با مهدی نگاه می‌کردیم، یه جا توپو گرفتن، یه پاس دادن، تورنمنت داشت تک به تک میشد با یه پاس. اصلا خیلی عجیب غریبه. چیکار دارن؟ مهره‌هاش هم داره اینتر. میشه میگم مثلا بارلاه از اون بازیکناییه که شاید بازیش زیاد دیده نشه ولی یهو میچرخه یه پاسی میده که به قیافش هم نمیخوره ولی پاس میره گلی هم داد. یکی رو تک به تک میکنه. آره چه گلی. تورامه مهدیو انداخت بیرون به نظرم با این بازی. تورام امسال خیلی خوب شده. آره 2 تا گل زد، یه دونه گل به کف زد. آره خیلی تو موقعیت کنه. آره خیلی خوبه. بعد کلا بازیکن زحمت کشیه. آره خیلی میدوه. آره پارسال هم خوب میدوید. لاتارو آماده نبوده مثل اینکه 100% و خیلی نمیتونست بدوه، اینجای اونم میدوید. کلا همین جوریه.
لیگ ایتالیا هاس میلانش هم که تعطیل. خیلی مرخصه، 3 تا بازی 2 امتیاز. اصلا نمیدونم چرا اینجوریه دیگه. مثلا میلان اومد قهرمان شد، گفتیم آقا یه مثلا چینی هم گرفتنش، آره گفتیم یه پولی تزریق میشه، یه حرکتی میزنن، ولی ول معطل. آره ول مثلا از اون لیگ به نظر من اول میگفتم یوونتوس که خبرایی هست، با این بازی که ازش دیدم انگار چیزی در شورت نمیاد سفون داره، ازش. ولی اینترش خبریه مثل پارسال، مثل اینکه اینتر پارسال هم بدشانسی. آره. کلا تیمش خیلی خفن بازی می‌کنه. امسال یه قهرمانی چمپیونز لیگ به اینتر برسه. آره اینجوری ما هم نمیدونم. بعدی چی میشه؟ لالیگا. بعدی میشه لالیگا. بفرمایید سرد نشین. قهرمان بلاموزه. دیگه ما دیگه رفتیم مثل قهرمانی دیگه. من اسم می‌کنم مثلا بارسا 38 بازیش هم میبره، یه قهرمانی سوپر لاکچری. 8 بازی که اجازه بده نپذیرم اصلا ببره دیگه. من کاری ندارم. ببین من قبل اینکه فصل شروع شه بهت گفتم یه خوبی میاد از بارسا، یه بوهای خیلی خفنی میاد از تیم بارسا، چون فیلیک مربی، یعنی از اون مربیاییه که ای دبل پلاس نیست. خب مثلا مثل آنجلوتی و چه میدونم گواردیولا و کلوپ و نمیدونم فلان و فلان، ولی توش مربی خیلی خفنی. آره تیمش خیلی وحشیه. اصلا ببین یه جوری شناور بازی میکنه انگار مثلا 100 سال این تیم زیر دست فیلیکه، مثلا 99 سال داره دوم میشه، امسال میخواد اول شه. امسال میخواد اول شه، همه جا ما رو میخواد بیاره. تیمش خیلی خوبه بارسا امسال، من راضی نه؟ میبندم روش واقعا. حالا من یه مشکلی با بارسا دارم، اینا بهت گفتم یا نه. به نظرم بارسا نیمکت مشکل، اولا که به نظر من پاشناشیل بارسا دفاعشه، چون پارسال هم پاشناشیلش بود، امسال هم به نظرم پاشناشیلش دفاع، نمیدونم اینا حدسه دیگه. به نظرم کنده بهترین دفاعشون. آره خیلی استیبل داره بازی میکنه، یعنی پارسال هم همیشه سطحش خوبه، خیلی آره خراب نمیکرد. پارسال آره کانسلو خیلی خراب کرد، یه ذره هم آراخا خراب کرد، ولی بعد از اون به نظرم بارسا نمیدونم مثلا آنسو فاتی اگه خوب باشه میگیم نیمکت مهاجماش، چون هافک خیلی داره، هافکاش آره خیلی هافک داره، تعویضی داره، نیمکت داره، تویا هم خوبن، تعویضیاش هم از تویا میشه گفت بهترن اینقدر داره، ولی مهاجم به نظر من ذخیره نداره. ببین بارسا راجع به دفاع صحبت کردی، بارسا کلاً از اون موقعی که من یادم فوتبال نگاه می‌کردم دفاع خوبی نداشت، دفاع گلر خوبی نداشت. ترشتگن هم گلر خیلی خفنیه، مثلا یه توپایی میگیره تو باورت نمیشه، ولی یه توپایی هم گل میخوره که ترشتگن نباید اون رو بخوره. آره بازم باورت نمیشه. اصلا اون اول دفاعش مشکل داشت دیگه کلاً، ولی باز حالا بذاریم شانس چمپیونز لیگ می‌بینی جدی، یعنی فکر می‌کنی چمپیونز لیگ ببره؟ باز باید بیشتر نگاه کنیم بازیش. اگه این دفاع مشکل ساز نشه براشون، تو حمله خیلی خوبه. یعنی ببین همه مدل گل داره میزنه. آره ولی من میگم مهاجماش نیمکت نداره، بعد همشون هم دارن گل میزنن. آره من میگم مثلا رافینیا، حالا احتمال دیگه، یا لوا مثلا، یا آره مصدوم میشه، مهاجم رو که اصلا نداره، یعنی فران تورس میخواد بذاره. حالا ببین تیمای فیلیک هیکلی هم آره واقعا مصدوم نمیشن زیاد، خدا رو شکر. حالا گوشی شیطون کرد مصدوم نمیشن. بارسا کی خورد؟ به بایر خورده بود، دورتموند بردش نگه. حالا بذار ببینیم بعد سالها میتونه بایرن یه حالی بهش بده، یه حال احساسی بهش میده. من حسم بهم میده یه حال. بایرن خیلی تیم سوسکیه، یعنی پارسال میگفتیم آرسنال میزنتش، آرسنال بود اومد رئال هم اذیت کرد، رئال دقیقه 86 به بعد. آره منم همین رو میگم، یعنی اینجوری فکر نمی‌کنم اینجوری باشه که بارسا بیاد بزنه نک فور جک فور. یارو تو چی بهش میگی بایر مونیخ؟ بایر لناس. آره این دوتا. رئال چی؟ رئال هم رفته بهتر میشه دیگه، یعنی امیدوارم بهتر شه، چون اینجوری اصلا حال نمیده. رئال که بهتر میشه تنهایی بیای لالیگا رو برداری ببری حال نمیده. رئال به نظرم یه هیولای درون داره، باید بیدار شه هیولاش.
ببین بیدار میشه هیولاش تو. دیشب والورده چه پاسایی میداد، یعنی پاس بلند میداد، پاس زمینی میداد، داره یه کار کوروس نمیشه اینجوری نکن، ولی داره یه کارایی میکنه. خبری نیست، ما بهت قول میدم. بعد بیلینگام برگرده حالا یه ذره تیمش وسطش بهتر میشه، چون بیلینگام هم پول میگیره که توپ بگیره بازی رو چرخونه. کلا رو زمینیه. اون تو یورو تاکتیک بود، داشت خسته بود، هی استراحت میکرد. ولی دران دیشب هم اونقدر خوب نبود، دلچسب بازی نکرد، ولی خب اصلا انگار کم یه چیزی توشون کمه، یه چیزی کمه. فقط این نیست، ببین فوتبال فقط این نیست که تو وینگر داشته باشی، تو باید یه نفر مثل پدی داشته باشی، یه نفر مثل اولمو داشته باشی، اون وسط کارو در بیاره. هافبک‌های رئال نمیتونن، همشون سیاه چوردن. آره گونده سفیدشون هم سیاهه، اون پدر رو نگاه کنن سیاه تره در سرویس. اتلتیکو چی؟ اتلتیکو هم مثل همیشه واقعا ببین اصلا بیلبائو کرده بود تو چسبه. اتلتیکو رو هر چقدر بازیکن میگیره، آلوارز هر بازی داره مثلا 2-1 میگیره. ولی سیمون هست دیگه، اینا من مطمئنم اینا یه تیم کلوفتو حذف میکنن تو چمپیونز لیگ، بعد میرن دوباره. من میگفتم آلوارز بره اونجا، این مثلا اتلتیکو خیلی شبیه آرژانتین بازی میکنه. آره. مربیش آرژانتینیه، اون دیپاول اون وسط مولینا داره، نه فلان داره، مثلا داره همه رو مثلا آرژانتینی طور بازی میکنه، کلا شاکله تیمش هم مدلیه. گفتم بره اونجا رنده میکنه. خبرایی ازش میاد، ولی 4 تا بازی فکر نکنم مثلا تاثیر داشته باشه. البته بازی اول خیلی بازی نکرد، الان این بازی قبلی فیکس بود. آره. ولی خب فیکس بود، فقط هیچ کاری نکرد. سیتی هم میومد آره. یه گولو میزد. اندریک ببین این یه هیولایی ازش در بیادم میرسه. حالا ببین من کی بهت گفتم داداش، کلا یارو 10 دقیقه بازی کرده 5 تا موقع تک به تک داشته، یارو حالا نزده ولی خیلی عجیبه یارو. آره داشته، ولی یه چیزی هم که هست اینه که من اینجوری هم همیشه حسم، یعنی 90% موقع حسم اشتباه ردیف میگه به اندریکه برزیلی دیگه هیولا. آره برزیلی که هست که اوکیه، ولی 3-4 سال نه دیگه تا 25-6 سالگی بازی میکنن، تازه 18 سالشه داداش، یه مقدار جا داره. بعد رودریگو دیگه آخرشه داره میشه 25-6 سال، بعد بفروشنش اندریکو بذارن بجاش. خدایی من اگه رودریگو رو بفروشم خودم میخرم. آره میریم سالن مارسانس میگیریم ان شاء الله سیتی میگیره تو با آرزوت میرسی. البته اون موقع گواردیولا شاید نباشه، این بعد زیر دست گواردیولا باشه. نه تمام شد این تایملاین نمیتونه بگیره. این میدتش 100 خورده 200 تا باید پول بدم به این موجا بگیره دیگه، آخرین فصلشه. حالا برسیم دیگه جزیره اینا رو ول کنیم، اینا واقعا خورده بودن. از کدوم تیم شروع کنیم؟ من میگم از هالند شروع کنیم، از تیم شروع نکنیم. این مدلی شد چرا اینجوری شد؟ آخه آرسنال چه منچستر یونایتد که تکلیفش مشخصه، تا وقتی آنتونی بازی ندی همینه بازی. اون تکلیفش بازی نمیده. این بازی فیکس بود، ولی خب جلوی یه تیمی افتاد که من بازی یکشو دیدم گفتم این تیمه اصلا قیافه اشلاتو میبینی. آره. میگی داداش این اصلا یه حالتی میخواد این لیگو پیش ببره که اصلا 3 تا بازی گل نخوردن. گل نخوردن، بعد زیادم موقعیت نمیده، اصلا نه موقعیت میده و خیلی هم راحت موقعیت درست میکنه، خیلی راحت خیلی راحت بازی میکنه. نمیدونم چی رو عوض کرده، خیلی خوشگل بازی. آره کیزا هم گرفتن، حالا کیزا باید ببینیم. ببین تیم کلوپ هم خوب بازی می‌کرد، اون وسط فصل بعد نمیدونم چه اتفاقاتی افتاد. ببین وسط فصل به بعد که افتاد 10 تا بازی آخر افتاد. آره 10 تا بازی آخر همون وسط فصل، وسط نیم فصل دوم به بعد یه ذرم لش کردن با هم دیگه. مثلا سلام اونجوری کرد. آره یک سری لش کردن باشه. ان که امسال خیلی تیمش حلیمه. آره به نظرم بازیش با رئال تو آنفیلد باشه، اون خیلی ترسناکه. من از اون بیشتر از مثلا
همه بازیایی که رئال داره میترسم آبروی رئال ببره. آره خیلی تیمشون وحشتناک. یعنی یه کاری با رئال بکنه. البته بعید بدونم اون سری هم داشتم فکر کنم به خودت میگفتم دیشب میگفتم رئال با اینکه خیلی هم بده نمیبازه حاجی، اصلا تیمشون خیلی عجیبه. الان رئال 30-40 تا ببین رئال فصل پیش فقط به اتلتیکو باخت، یعنی الان 2 فصل فقط اتلتیکو تونسته رئال رو ببره. این حالا این فصل که تازه اولش خیلی سخت میبازن. ببین تو داری در بعدشون هم نمیبازن. تو داری در مورد یه تیم صحبت میکنی که قبل اینکه فصل شروع بشه همه میگفتن باز رفتیم اسپانیا. اشتباه همه میگفتن داداش این تیم اصلا رنده میکنه سیاهه یه داستانایی. ولی بریم همون جزیره. آره، حالا لیورپول بریم بذاریم جزیره. کنار. تیم بعد یونایتد که گفتیم، چلسی که من میگم هیولاس این بازی خراب کرد. نه اصلا تیمش خوب نیست داداش، اصلا تیمش خوب نیست امسال. آخه 2 تا بازی اول خیلی خوب بود. آخه خیلی جلو خوب سیتی بودن هم که خوب 2-0 به سیتی باختن. یه دونه حالا جلو سیتی ایداره خوب اومد بودن، یعنی جلو سیتی یه جوری بازی کردن که توپاشون تو گل نرفت. فقط مثلا فرق بازی این بود که توپای اینا رفت گل، توپای اینا نرفت. مثلا اینجوری بود، یعنی باج نداد به سیتی اونقدر. چلسی نه ایده نداره، مثلا نمی‌دونم چلسی. چیه. مربیش هم اونقدر نمی‌شناسیم، یعنی مربی لستر بوده. تیمش خوب بازی میکنه ولی این بازی هم که بعد 14 تا بازی به کریستال پالاس امتیاز دادن. یعنی 14 تا بازی قبلی و همه رو برده بودن. ولی امتیاز دادن اینجا. تیم اصلیه که نه آرسنال هم خراب کردیم. برایتون 70 نه 60 خورده‌ای درصد مالکیت تو قبل 2 تا شوت زدن. قبل اخراجی انقدر اختلاف نداشتن، تقریبا هم 50-50 بودن. اخراجی دادی و همه چی عوض شد. چینه داره. البته برایتون هم خوبه، خیلی قویه برایتون. خیلی من میگفتم هیچ تیمی تو تاپ 6 دوست نداره با برایتون بازی کنه. الان خیلی هیولن تیمش خیلی خوبه. حالا آرسنال نمیدونم بعد ببینیم چه، ولی تیمش خوبه. یعنی امسال هم مثل پارساله. هنوز خوبه. لازم مرینو هم بشه اضافه شه. آره مرینو هم دارم. اون وسط آقایی میکنه به نظرم. اصلا خیلی اسم میکنم خیلی به سبک بازی تیم‌های آرتتا مرینو. آره آرتتا هم مربی خوبی در اومد. خیلی مربی خوبی در اومد. 2-3 سال زیر دست دستیار گواردیولا بود، کاراش شد. اصل کاری هم که به نظرم این فصل شاید بهترین فصلشون حتی باشه. خیلی خوبه. اصلا ببین اون روز داشتم به این موضوع مثلا فکر میکردم که دوکو یورو یادت میاد که من چی میگفتم راجبش؟ اصلا خیلی چیزا میگفتم جلو دوربین حالا نمیشه گفت. خیلی راحت باشه. ولی اون هم داره خوب بازی میکنه. یعنی نمیدونم مثلا چه اتفاقی میفته، اینا میان تو تیم زیر دست پپ بازی میکنن، نمیدونم چه اتفاقی میفته. گریلیش هم این بازی خوب بازی کرد. اون باورناپذیره. چجوری میتونه اون خوب بازی کنه؟ اصلا نباید خوب بازی کنه. یعنی پاس به عقب نمیده. نه یه دونه پاس به عقب داد، حالا دادم اونور هالند کرد. چه گلیه بود؟ گل دومش گل پریمیر لیگ پسند. چی یه جوری شوت زد اصلا. با قشنگ ورژن جدید باتیستوتایی. فوق شاجیو اصلا ببین با اینکه زیاد ازش خوشم نمیاد اون سبک مهاجم من زیاد حال نمی‌کنم باش. تو سبک ایویشه ولی ایویش تکنیکی تر بود یه ذره. آره دراز بدقواره. آره لنگای بلند قیافه نشست. همه چی داره. یعنی سرعت داره، تک به تک، یعنی نفر به نفر رد میکنه. یه نفر استامیناش هم خیلی زیاده. آره. حاجی مثلا دقیقه 98 مثلا یه کورس برمی‌داره دفاع، مثلا دقیقه 75 اومده داخل دفاع برمی‌داره میترکونتش یارو، بعد میخورن بهش دیگه چه جوری میافتن. آره قمر میشن اصلا. میگه زدی به مقصد. حالا برعکس تو گواردیولا رو دوست داری، سیتی رو هم دوست داری، هالند رو دوست داری. حالا من این دوتا رو دوست ندارم ولی هالند رو خیلی دوست دارم. دوست داشتم به جای امباپه هالند رو بگیرم. به نظرم اونجوری هالند رئال آره به جای امباپه هالند میذاشت. تا الان 23 تا گل زده بود. آره 18 کرده بود. آره 10 دقیقه. اونورم که سیتی اونجوریه دیگه.
یعنی به نظرم این چیزی که من از سیتی دیدم فکر نمی‌کنم مثلا به هیچ تیمی باج بده مگه به لیورپول. همیشه لیورپول گواردیولا رو اذیت کرده. همیشه لیورپول. حالا نمیدونم این بازی این دوتا باید ببینیم کیه. بازی این دوتا رو باید بشینیم بابا چیه این فیفا دینامیکسن؟ من اصلا میگم بازی‌های ملی رو تعطیلش کنن کلا، فقط جام جهانی برگزار شه. یورو هم حالا مثلا از نیمه نهایی به بعد برگزار شه، بگن تیم خوب بیان. آره خراب میکنه دیگه. الان فرم تیم‌ها رو میرینه تو حال منم خراب میکنه داشت. این همه مدت فوتبال آخه نداره. کوالیفایای جام جهانی فکر کنم میخواد برگزار شه. اونا رو نمیتونن کاریش کنن که. امیدوارم حالا مصدوم نداره. مثلا بارسا این وسط دیگه تیمی که فرمش خوبه پی اس جی مثلا، لیورپول، پی اس جی، خود من سیتی، خود سیتیه. اینا نه حالا مصدومم بدن یه سریاشون که بازیکن دارن ولی رئال مصدوم بده به نفعش. به نفعش. یکیشونو ببین پیدا میکنم، میشه میگم الان باز دوباره رفتیم اسم اصلا میره دیگه، خودش میره. آره اینجا خیلی کشش داره. الان آنجلوتی نمیدونه چی کار کنه آره الان 4 تا بازی هر بازی یه ترکیب و نمیتونه یه کاری کنه. میشه میگم یعنی دوست داره ترکیبه رو، شاید الان امباپه رو بذاره بیرون تیمش بهتر بازی کنه. میشه فصل پیشش دیگه. دقیقا میشه فصل پیشش بدون بدون کروس. کروس. یه چیزی بهت بگم، اینو میخواستم بگم یادم رفت. ولی یه چیزی اگه فصل پیش یادت باشه، رئال مادرید اکثر کامبکاشو بدون کروس میزد. یعنی 70 کروس رو میکشید بیرون، مثلا یه مودریچ کاماوینگا میکشید تو، بعد یهو مثلا کامبک رو بغل میکرد. خسته میشه دیگه. آره به نظرم رئال بدون کروس هم میتونه کارو در بیاره. حالا ببین دیگه داداش، امباپه رو میذاریم جای کروس بازی میکنه از بازی ها. بعد دقت کردی وینیسیوس، رودریگو اینا اصلا مصدوم نمیشن. والورده الان فکر کنم 80 تا بازی فیکس داره بازی میکنه از اول تا آخر. لفظشون اومد دیگه. فده امیدوارم. فده هاچی خیلی خب، یعنی فکر نمیکنم الان هافبک مثلش باشه تو اون صفا. استامینای فده چنده؟ 99. دیدی؟ توپو میگیره میره اول سمت محوطه خودشون. فقط بدو نیازی نیست بدوی تو. بابا دیروز یه دونه داشتم بازی میدیدم، توپو گرفت رفت تو محوطه، بعد توپو پاس داد بغل، بعد گفتم اون الان وای میسته اونجا استراحت میکنه، دیدم توپو وسط زمین گرفت. من دقت نکردم، فکر کنم کولینگ بریک هم میدنی میدوه. خیلی خوبه داداش. حال میده فدی خیلی بالا. آره ببندیم ویدیو رو ها. ببندیم دیگه. راجع به همه چی صحبت کردیم دیگه. ویدیو بعدی چی بسازیم؟ فیفا دیگه. چون راجع به فیفا دیگه اینقدر بعدمون میاد به نظر فیفا اصلا نسازیم. بازی خوبم که نداره. میتونیم مثلا راجع به مالی با آرژانتین بزنیم مثلا. فینال جام جهانی کدومش؟ فینالاش از 1932. نه دیگه بابا اونقدر که دیگه نه، الان 2006 به بعد 2002 به بعد. شما من دوست ندارم چون خیلی سرش گریه کردم. بگید آره ولی 2010 اون موقع من 2010 طرفدار آرژانتین بودم شدید. 2010 آره من اون موقع دوست داشتم هلند رو ببره. الان تو این سنم میگم کاش هلند میبردش. آره حالا بریم ببینیم ویدیوی بعدی چی میشه دیگه. دمتون گرم که ویدیو رو دیدین. ساب کنید. آره بکنید، فوش ندم. من اگه ساب نکنید از ویدیو بعدی فوش میدم. لطفاً سابسکرایب کنید. آره دمتون گرم. من میزنم این زیر دیگه، همین زیر وسط. دمتون گرم که ویدیو رو دیدین. فعلا آره.